مخصوص با پیرانی بارسا در مورد 4 ترانسفرهای این تیم میگویم. یکم اینکه سفیان امرابط باید که بر عوض 30 میلیون یورو با بارسا گزارش کند. نفری که با منتخب مراکش در جام جهانی قطر چهارمین شده بود ولی یافتن پول عین اول برای بارسلونا مشکل شده است. همچنین دفاعگر اریک گارسیا میتواند به صفی اینتر گزارش کند و ارزش این بازیگر از 10 تا 15 میلیون یورو است، زیرا رقابت‌پذیری در خط دفاعی بارسا با دفاعگران فعلی برایش مشکل است. نفری دیگری که در مورد او میتوان گفت این روبن نیوش از وولورهمپتون است که با بارسا گزارش نمیکند، زیرا انسو فاتی نمیخواهد دسته فعلیش را ترک کند. همچنین در مورد حمله‌ور 18 ساله نوی بارسلونا از برزیلیا باید گفت که ارزشش البته که 40 میلیون یورو است. این ویتور راکی از اتلتیکو پاراناینس می باشد که وابسته به مشکل مالیوی بارسا و مشکلات با ثبت نام کنی در لالیگا تا ینوار سال آینده در دسته برزیلی خواهد ماند و تنها بعد یک سال به صف دسته خاوی می پیوندد.